امروز در برنامه مقامات ترکیه در یک هفته اخیر نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان را که اساساً برای دریافت کار رفته بودند از فرودگاه استانبول پس گرداندند. فرار مسلمانان روهینجا از میانمار بیشتر شده، مقامات سعی دارند راه بازگشت احتمالی آنها را ببندند. مقامات میانمار قسمت مرزی خود را با بنگلادش میناکاری کردند. آنها از این طریق میخواهند مسلمانانی که به بنگلادش فرار کردند به میانمار برنگردند. حالا طبق حساب‌ها 150,000 مسلمان روهینجا از میانمار در بنگلادش پناه بردند. و خرسه که در کوچه های دوشنبه گشت و گذار میکرد صاحبش را از دست داد و نابینا شد. حالا برای این خرس پیکره ساختند. شرکت سامانه تاجیکستان رسما اعلان کرد که از این بابت پرواز همه هواپیماهایش از دوشنبه و خوجند به خارج با 1 ساعت تأخیر انجام خواهد شد. برای مثال اگر قبلا پرواز هواپیمای سامان ایر از فرودگاه دوشنبه تا استانبول 5 ساعت طول داشت، حالا 6 ساعت را در بر میگیرد. مسئولان شرکت روز 6 سپتامبر این وضع را با کمبود سوزشواری در فرودگاه های دوشنبه و خوجند ربط دادند. آنها گفتند وادار هستند که در شهر دیگر از جمله ترز قزاقستان برای پر کردن مواد سوخت فرود آیند. در گذشته مسافران از تأخیر در پروازهای شرکت‌های هوایی تاجیکستان زیاد شکایت داشتند. مقامات ترکیه در یک هفته اخیر نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه استانبول پس گرداندند. اکثر برگشته ها میگویند که با هدف کار به ترکیه رفته بودند، ولی برایشان اجازه نشد که وارد خاک این کشور شوند. ما رفتیم اما ایرپورت خام بیدیم اگرانشین استانبول که بچه مقصد آمدیم. ما گفتیم خیلی مقصد کار آمدیم، نمیدانم چی بود، ولی سرشت چیش بود آمدم گفتن که چی آمدیم، کار آمدیم، چند قریب بودیم نباردیم، $800 $200. بعد گرفتم بردم اون یوانچی شوبه، همونجا 3 روز ما رو مرد کردن، بابران آوردن در همی ایرپورت هر قصی اونا را کردن. همون دیگه اونا فهمیدیم چی بود، چی کار بود، دیگه نفهمیدیم. ترکیه یک نقطه مهم ترانزیت بین المللی و یک کشور بازی تجارتی و تفریحی به حساب می رود، ولی بعد آشوب ناکام سال 2016 و چند حادثه تروریستی که در آن زادگان آسیای مرکزی نیز متهم می شوند در این کشور، در 2 سال اخیر تدبیرهای امنیتی خیلی شدید شد. رو میاریم به موضوعهای دیگر. روز سه‌شنبه حکومت قرقیزستان با اشاره به نارامی‌های میانمار از دایر نمودن قوه‌آزمایی دسته‌های فوتبال قرقیزستان و میانمار در چارچوب جام آسیا خودداری کرد. این قرار را سروزیر قرقیزستان سفر اسحاقов قبول کرده و فدراسیون فوتبال از آن پرره پشتیبانی نمود. ما هیچگاه با اطمینان گفتن نمیتوانیم که حتما حمله تروریستی و خشونت دستجمعی به وقوع میپیوندد، ولی وظیفه سروزیر تامین امنیت شهروندان است. از این رو قوه آزمایی را منع کرد. نارامی های میانمار روزهای اخیر افزایش یافته و توجه اهل عالم را به خود جلب کرده است. در این باره صحبت داشتم با شارح رادیو آزادی سیف گوترمن که حالا پیشکش می شود. اصلا طبق خبرهای آخرین حالا بیش از 125,000 مسلمانان روهینجا میخواهند از خشونت‌های مقامات میانمار در کشور همسایه بنگلادش پناه برند. بعضی خبرها وجود دارد که مقامات میانمار برای جلوگیری از فرار مسلمانان این راههای گریزی آنها را میناکاری کرده است. بگویید که حالا وضعیت چگونه است؟ بله، واقعا هم طبق خبر تازه رایترز که با تکیه به منابع خود نشر کرده است، مقامات میانمار قسمت مرزی خود را با بنگلادش میناکاری کردند. طور گفته می شود آنها از این طریق می خواهند مسلمانانی که به بنگلادش فرار کردند به میانمار برنگردند. حالا طبق حساب ها 150,000 مسلمان روهینجا از میانمار در بنگلادش پناه بردند. ببینید مشکلات میان مردم بودایی و هم مسلمانان روهینجا هنوز پیشتر از این شروع شده بود، پیشتر از اون که 400 نفر مسلمانان قتل شدند و مسلمانان به دیدبانگاه پلیس در میانمار حمله کردند. پس همین سرچشمه نزاع از کجا است و راه حل مشکلات در چیست؟ اساس مشکلات در آن است که آنها مردمان دیگر هستند. روهینجی ها میگویند اصل آنها مسلمان است.
احتمالاً از قوم‌های عرب و یا فارس‌های تاجر میباشند که به اینجا آمدند. زبان آنها دیگر است، کمی به زبان گفتگوی بنگلادشی شباهت دارد. آنها از زمره مردم مظلوم و تعقیب شده می باشند. در میانمار آنها را به عنوان مهاجران غیر قانونی میپندارند و حکومت در اکثر حالتها بر روهینجی‌ها شهروندی نمیدهد و گاه گاه میان آنها و مردم بودایی خشونت بروز میکند. و طوری هم شما اشاره کردید ماه اوگوست برخورد نوبتی میان آنها به عمل آمد. حالا اکثر روهینجی‌ها تلاش دارند از میانمار فرار کنند. الکی 400 نفر مسلمانان کشته شدند. حتی بیشتر از این هم مقامات میانمار حرکت روهینجی‌ها را در حدود کشور محدود کرده بود. درباره حل این نزاع گفتن خیلی مشکل است. از بیرون تلاش‌های به اعتدال آوردن وضع به مشاهده می‌رسد، ولی حتی آن سازمان‌های بین المللی که می‌خواهند کمک کنند با مانع روبرو می‌شوند. برای چی محض حالا وضعیت به این حد دهشت‌بار شد؟ این حالت می‌تواند چند عامل داشته باشد. من دقیقاً سبب حمله مسلمانان را به دیدبانگاهی که به خشونت‌های فعلی اساس گذاشت نمی‌دانم. پیدایش یک گروه از روهینجی‌ها که می‌گویند با استفاده از خشونت از حق مسلمانان میانمار دفاع می‌کنند و از را باز هم مرکب می‌کند. من نمی‌گویم که این گروه عیبدار است، ولی از نگاه من آن باعث باز هم متشنج‌تر شدن اوضاع شده است. Спасибо огромное. Ташаккур зиёд барои суҳбат. ёдовар мешавем ки дар суҳбат бо мо буданд Стивен Гутерман, раиси бахши хабарии англисии радиои Озодӣ. Хорошего дня и спасибо за... Спасибо вам. шакли комили суҳбатро бо шораи радиои Озодӣ ва ҳам тафсилоти хушунатҳо дар Мянмарро метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org ва Озоди видео YouTube пайдо кунед. ما برنامه را ادامه میدیم. در اوکراین یکی از تجارت‌های سودآور یعنی استخراج انبر اکثرا در دست گروه‌های جنایی است. تجارتی که درآمد آن سالانه 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. 9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر را گرفتند ولی استخراج این سنگ گرانبها غیر قانونی صورت می‌گیرد. گزارش مذکور را تلویزیون نستایشی ورمی همراه با صدای آمریکا آماده کردند. در این هزاران گکتر زمین‌های ویران شده هزاران نفر به فعالیت غیر قانونی مشغولند. همه سنگ انبر می‌جویند. تخمیناً از 30 تا 40% سنگ انبر جهان از شمال غرب اوکراین صادر می‌شود. درآمد از آن تا 500 میلیون دلار می‌رسد و این تجارت را اساساً گروه‌های جنایی زیر نظارت دارند. آنها برای استخراج انبر این جنگلزار را به زمین یکسان کردند. با بیل و کلند انبر می‌جویند یا با فشار آب آن را از زیر خاک بیرون می آرند. تمام روز اینجا و آنجا بیل میزنید ولی هیچ چیز نمی‌یابید. هیچ چیز. قیمت انبر که سنگی حاصل شده از درخت کاج است به سبب افزایش تقاضا در چین 4 برابر بالا رفته است. استخراج غیر قانونی برای آنهایی که مزد ناچیز دارند درآمد اضافی می آورد. کاری سختی است. در یک ماه و 2 ماه درآمد نمیگیری. هر قدر میجویی چیزی نمیابی ولی ممکن است در یک یا 2 روز از 2 تا 3000 دلار فایده بگیری. насоси обкаширо ба кор мебаред? نه با بیل میجوییم. насоси обкаши قیمت است. برای حمایت هم پول میدهی. باید دانی که چی گونه و چقدر رشوه بدهی. افزایش قیمت انبر زندگی بعضی از مردم از جمله ساکنان دهه کلسلیو را بهتر کرده است. ولادیمیر اوخمانیوک به فروش انبر که آنجا به آسانی یافت می شود مشغول است. من اینجا بزرگ شدم. وقتی کودک بودم در همین جایها قدم می زدم و بعد باران انبر می یافتم. گاهی پارهای کلان، گاهی خرد. بعداً انبر ارزشمند شد. پول میدان بازی را از کجا یافتید؟ اگر بگویم مقامات برایم مشکل ایجاد می Якщо я کنند. вам скажу, звідки ці гроші взялися, то будуть питання, опять же, в правоохоронних органах в мене. با اوج گرفتن تجارت مقامات اوکراین مبارزه با استخراج غیر قانونی را شروع کردند.
ماه ایون ماموران پلیس در روستای دوبروویتسه با انبرجویان جنجال و کشمکش کردند. در ولایت ریونه در سال گذشته افراد نقابپوش مانع مقامات شدند که برای عملیات به اینجا آمده بودند. استخراج غیرقانونی انبر بر اساس ماده 240 کدکس جنایی جنایت است، یعنی نقض مقررات محافظت منبع‌های طبیعی. برای آن جریمه و حتی زندانی شرطی پیش بینی شده است. 9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر را گرفتند، ولی مقدار زیاد سنگ گرانبها غیر قانونی به دست می آید. اندری ویدرووی حقوقشناس سند به پارلمان پیشنهاد کرده است که به دیگران هم اجازه بدهد قانونی انبر استخراج کنند، ولی وکیلان پیشنهاداتش را نپذیرفتند. با ادامه استخراج غیر قانونی، تخریب محیط زیست و خطر مناقشه خشونتبار زیاد می شود، ولی هیچ علامت از حل مسئله دیده نمی شود. گروه های جنایی همچنان نظارت استخراج انبر را در دست دارند و درآمد زیادی هم به دست می آورند. احتمال است به همین زودی ها در یک از گوشه های شهر دوشنبه پیکره خرسبازی معروف تاجیک امرو با خرسش که زمان رمزی دلخوشی ها در پایتخت بود گذاشته شود. برای یوسفی هم با پیکره ساز صحبت داشت و هم به عیادت خرس رفت. мария яке аз хирсҳои маъруф дар тоҷикистон то чанд соли пеш дар маркази душанбе озодона гашту гузор мекард. ҳоло он хирси шоду бозингар нест, чун 4 моҳ пеш комилан нобино шуд. хӯрокашро ҳам аз бӯяш пайдо мекунад. муддати 4 моҳ шуд намебинад. аввал биноишаш паст шуд, баъд оҳиста оҳиста умуман нобино шуд. ҳай шорак мефаҳм омада маро. мария биё мария. и албатта инам ранги одамизод зиндагӣ кардагӣ дар берун ранги одам озод буд. аз ин сабабам мешавад 30 солшам ба ҷои расидагӣ аллакай 28 сола мария. талабшоҳ шехов соҳиби мария 2 сол пеш бемор шуд ва дигар натавонист аз уҳдаи нигоҳубини хирс барояд ва ӯро ба боғи ҳайвонот овард. марияву соҳибашро гоҳе дар кӯча ва гоҳе дар дохили троллейбусҳои душанбе медидед ва ҳар нафаре бо дидани онҳо хушҳол мешуд. ҳоло хирси маъюсу нобино намедонад ки дар яке аз гӯшаҳои пойтахти тоҷикистон барои ӯву соҳибаш пайкара мегузоранд то аз ёди мардум нараванд. من ҳозир чӣ хеле ки шумо дисодед уже ин аллакай аз бетон, аз маводи бетон размера 1.80 худи хирсам масштаби вай кати ҳамаш аз рӯи ҳамун эскиз гирифта мо ина кардем. мо худи мусафед мумкин ки майдаҳак бошад, мо ина камтар гирифтем, калонтар кардем. визуально мо ина бояд камтар калон кунем ки дар кӯчи шаҳр меистад. алиҷон бобошарипов пайкарсози тоҷик пайкараи бобои талабшоҳу марияро ба дархости ширкати тиҷоратии am different дар тӯли 2 моҳ сохтааст ва ҳоло мунтазиранд ки мақомот ҷои муносиберо барои гузоштани пайкара муайян кунанд. мумкин аст ин пайкара дар хиёбони марказии душанбе дар хиёбони рӯдакӣ гузошта шавад. намояндагони ширкат мегӯянд ҳадаф эҳьё кардани яке аз рамзҳои пойтахти тоҷикистон аст. Довольно давно у нас была задумка сделать памятник. пас аз ифтитоҳи мағозаи нав мо ба қароре омадем ки ҳавлии он беҳтарин ҷой аст, зеро ин мағозаи бузургтарини мо аст ва мо дар ҳавлии он метавонем муҷассамаи мӯйсафеди хирсбоз бо хирсашро гузорем ки сокинон ва меҳмонони пойтахт аз он ҳаловат баранд, акс гиранд ва ба хотир дошта бошанд ки мо рамзи чунин дӯстии инсон бо ҳайвонотро дорем. Том, что у нас была вот такая вот дружба человека и животного. аммо рамзи зиндаи душанбе марияи 28 сола дар ин гӯшаи пойтахт дар дохили қафаси танг дигар хирси пешинаи шод нест. шояд хиёбонҳои душанберо хоб мебинад ва ҳам пирамарди соҳибашро ки ҳар рӯз ӯро бо худ дар хиёбонҳо мегардонд ки акнун дигар зинда нест. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اگنکلاستیک و توییتر و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای با ما بودن و خدا نگهدار.